میدونی چرا 12 دی روز رشت نامگذاری شده؟ چون که اولین بار توی 12 دی 1285 هجری شمسی برای اولین بار توی رشت بلدیه رسمی یا همون شهرداری افتتاح شده بود. رشت اولین شهری بودش که یه بلدیه ساختارمند داشت توی ایران، به خاطر همین این روزو اسمشو گذاشتن روز رشت. بچه ها شهرداری اومدیم شبگردی رشت یعنی شب اومدیم شهرداری به مناسبت 12 دی روز رشت نمایشگاه گذاشتن و اینکه چون شروع نمایشگاه از ساعت 4 به بعده ما دیگه ناچارن مجبور شدیم که این ساعت بیایم که هوا هم تاریک شد و واقعا خیلی هم شلوغه. امیدوارم که بتونیم ویدیوهای خوب براتون بگیریم. آتوسا هم داره یخ میزنه از سرما. بچه این هتل رشت هم جدید زدن، بکنم یه 15 دی هم افتتاحیشه، هنوز افتتاح نکردن، احتمالاً به زودی اونم افتتاح میکنن. خب رفقا امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیگه ما گفتیم شب رشت رو نشون ندادیم، شبم بیاییم به شما نشون بدیم. البته اینکه روز رشت خیلی شلوغه، تعطیلیه به خاطر برودت هوا و حالا میفکرم مسافرین هم حالا اومدن، نمیدونم سرد. آره خب شما چه می‌خواستی بگی؟ می‌خواستم بگم که میدونستی. یه لحظه قبلش آقا ما میکروفون جدیدم خریدیم، خب من سیمش رو اشتباه آوردم نتونستیم استفاده بکنیم و همچنان الکی. آره به خاطر همین ناچاریم وایسامون رو فعلا با گوشی بگیریم. میخواستم بهت بگم که میدونستی که رشت توی خیلی از چیزا جز اولین ها بوده. مثلا همین اولین بلدیه، همون اولین شهرداری که اصلا به خاطر همین این روزو گذاشتن. اولین تئاتر مثلا که توی رشت بوده. بعد دیگه بهت بگم بذار تعلق کنم، اولین کتابخونه ملی ایران بوده. اولین خیابون کشی اصولی، حالا اینو میذاره حتی جزو چیزا هم بوده که دختراشونو اولین مدرسه. آره اولین مدرسه دخترانه اولین بار که تو شهر یه دختر مدرسه فرستادن رشت بوده و اولین سینمای فعال ایران هم تو رشت بوده. و یه نکته دیگه که فکر کنم میدونن بچه‌ها این که شهر به عنوان رشت به عنوان شهر خلاق خوراکی شناخته شده تو یونسکو. فکر کنم تو ویدیوهای قبلی اینو بهتون گفتیم. و خب کمتر شهریه که توی این قضیه جز اولینا بوده که رشت با افتخار اولین میرزا
قاسمی مثلا باقالا قاطق، ترشی تره، پامادور خورشت، انار بیج، فسنجون مخصوص. آره میدونید دیگه خیلی غذای خفنی داره. خیلی خوبه. ما اینو بیار بچه‌ها، اینجا یه سری جاهایی هم هستش که کباب میدن به اسم کباب کثیف. حالا ما ببینیم براتون فیلمشو میگیریم. خیلی معروفه، کبابایی که تو گاری میارن، خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. اسمش کباب کثیفه و شبا هم اصولا میان تا 3-4 صبح پلو کباب میدن، پلا کباب میگن و واقعا باید برید بخوری تا بفهمی که چه کبابه. این کباب قیمت مناسب ولی خب واقعا با کیفیت هم هست. خیلی هم شلوغ میشه، فکر نکنید که. و در واقع یه جوره جاذبه رشتگردی همین پلو کباب باشه. آره فکر کنم کدوم ور وای میسن گاری؟ این ور وای میسن یا این ور؟ این ور وای میسن. این ور. آره به سمت خیابون شریعتی که سیغلان میره اونجا وای میسن. حالا میریم احتمالاً هستن، میریم ویدیوشو میگیریم. این هتل هم که آتسو اول ویدیو صحبت کرد بچه‌ها، افتتاحش من نگاه کردم 15 دی افتتاحیه‌شه و یکی از هتل‌های خوشگل و واقعا اینجا رو اصلا عالی کرد. یعنی بذار من ویدیوشو بگیرم ببینید بچه‌ها. این ساختمون پست قدیمی که همچنان فعاله و کار میکنه. این اون هتل است که جدید زدن و اینم ساختمون شهرداریه که هنوز ساعت شاتس رو راه انداختن. دیدی اون بالا ساعت شو راه انداختن ولی دیگه آخراشه، مثل این که ایشالله اینم راه بیفته. و خب الان کدوم ور بریم؟ سمت میرزا، مجسمه میرزا رو بریم ببینیم چی هست. خب ما الان داریم میریم سمت پیاده رو. این قسمت کلی اینجا غرفه اینا هستش، بریم ببینیم که چی میشه پیدا کرد. بچه‌ها رش 2 روزی هم این خیلی تو اینستاگرام معروف شده، من دیدمش، قهوه میده. آره بچه‌ها اینم خیلی باحاله. زحمت بدم شما خوش ماه دارم کوچیک میشه پشت کجا میره قهوه رو درست میکنن. قهوه سیاه. آسا خانم آدم اینجا میاد گشنش میشه. کافه است نه؟ هر کی ندونه فکر می‌کنه ما اولین بار اومدیم اینجا داریم ویدیو میگیریم. هر بار میای یه چیز جدید. جاذبه‌اش هیچ وقت تکرار نمیشه. جاذبه‌های فراوانی داره. حرکات آکروباتیک هم بچه اونجا انجام دارن میدن. بسیار عالی. پس میگفتم که اینجا نمایشگاه بودش. منم نمیدونم آخه نه نوشته بودش که از اون تو وایس چیزی که بود گفته بود که مثلا میگم از 10 تا 12. خب ساعت چه ساعتی بود؟ همه رو زده 4 به بعد. پس کو نمیدونم چرا نیست. بچه‌ها ما کلا تو ویدیوامون روز اومده بودیم، خیلی دوست داشتم شب هم به شما نشون بدم ولی متاسفانه به خاطر اینکه یه خورده گفتم شاید مثلا تاریک باشه خوب نیفته این کار انجام نداده بودیم، ولی الان به خاطر حالا این مغازه ها و اینا به نظر من خیلی یعنی خوب شد که شب اومدیم و داریم به شما نشون میدیم. حالا اگر نور کم باشه و اینا شما به بزرگی خودتون ببخشید. چیه اون نمایشگاه؟ خب بریم بچه این ساختمون ها خیلی قدیمی هستند و ساختارش رو میبینید چقدر قشنگ درست کردن. یعنی شما الان خودمون قسمت همون که اداره پست بود و هتل رو دیده باشین ساختاراشون همه به یه شکله و واقعا این قدمت این شهر رو نشون میده. حالا آتوسا هم توضیح داد که بابت که چرا اصلا روز رشت رو نامگذاری کردن. ما خب خیلی شهرها داریم که روز خاصی نامگذاری نشده براشون ولی خب رشت خدا رو شکر این اتفاقه رو رقم زده.
بیا اینجاش فقط باید بریم بخوریم دیگه. نظر تو ها غذاهای خوشمزه. ببینید اینجا تیکاکا، کلی غذای خیابونی. یه نمایشگاهی هم اداره کل فرهنگ و ارشاد زحمت کشیده در حد 10 تا غرفه درست کرده. الان می‌خوایم بریم با هم ببینیم. نه چیا دارن چیا ندارن. کلاه داره. برای کارآفرینی هست، مثل این که صنایع دستی و تموم شد. همین یه تیکه بود. یعنی تو هر بار میشه حالا این سری خواستم حلوایی بگیرم، گفت نداریم. تا اینو گرفتم تازه از تنور اومد بیرون. میخوای بگیرم؟ نه دیگه برم چی گرفتی؟ یه کلوچه فومن، یه حلوایی. بچه‌ها یه ویدیو فقط باید برای کلوچه فومن درست کنیم، برای سمت فومن. برای چیزای نابی داره. بازار تایم شبش رو دیگه ندیده بودیم، خدا وکیلی. ببینید شب هم شلوغه. روی مثلا نام زوم کن روی بعضی چیزا. اینا فلفل هم بود؟ نه ترشی. پنجه 210. چی گفت سیامه؟ ها؟ یه دونه هم قبل سیامزگی روستا اسم سفید مزگیه، میدونستی؟ ها؟ آره سیامزگی سفید مزگی. فرنگی های حقیه بچه. آخ من عاشق اینا هم، این فلفلات یه دونه اینا بگیر دیگه. خیلی تنده اینا، خیلی. چنده اینا فلفلا؟ 125. اذیت میکنم آبی من دیگه به همونجا کاری ما خودمون بلدیم دیگه، کسی واو چه بوی برنج. بوی رشته خوشگاره برنج.
خدا نگهدارم. فیلوی 100 تومن. گوجه فیلوی 40 تومن. خلوت با هم ببر. مای فروش ها بدون اینو من باید بگیرم. نباید بگیری، من بدم میاد. همون اول خاتم بیای 4 تا بشن بعدم دارم که دست پازده هم همین بچه داریم میریم یه جایی چای بخوریم. ببینیم کجا میخوایم بریم دیگه. چایخانه سید. خب بچه ما تو رو قرآن به جای میکنیم. الان اومدیم یه کافه نشستیم، یه کافه کوچولو جمع و جور. بعد الان میخوایم چی سفارش بدیم؟ چی میخوایی سفارش بدیم؟ چای و با چی؟ خب میخوای حالا یه چیزی بگیم که آره. من شکلات داغ میخوام بخورم. نه آره. نیمرویی هم داره بچه، منوی صبحونه هم داره. ببینیم حالا. شارژ سرویس داره. ناهار هم داره بچه، کتلت داره، کوکو سبزی داره. نمیخوای غذا بخوری؟ خب باشه حالا یه چیزی بخوریم بعد غذا رو دیگه بریم بخوریم. حالا ما تا سفارش بدیم. چای بخوریم. رسید به شاپوری. بچه شاپوری سفارش دادیم جای شما خالی. یا تو گشنتون گفتیم که بخوریم. ترکیب لوبیا و املت. چیز هم داشت پنیر برشته. پنیر آره تو آموزش رو گذاشته تو کانالش. برشته یا برشته؟ اونجا نشود برشته. احتمالاً هم برشته. آره دیگه خواستیم اینو تست کنیم دیگه.